که مردم تاجیک ای همه خورو ای داشت می‌بودیم
ساکنی نایه فیض‌آباد جماعت دوستمراد علیوف اشرف غلام علی میرزایویچ زندگی میکنم. من سوی استادگیری رو در خود کسب کردم. زیاده از 30 سال شد ما از پدرمون همین سوال انتخاب کردیم. پدرمون میکردن ما با بعد از سری اون با ما دامادیانی کار پدر شدیم. همین اسبابایی که موسیقی، اسبابایی که مثال برای روزگار میکنیم، برای پیشکش مردم میکنیم. زندگیمون از همین زندگی ما رفته است. خیلی انا این نبیرام بعد از سری ما شاید همین کاری کسب بگیشون دوام کن. انا بود میخوایم که باز هم بیشتر همین سوها را رواج بدیم که مردم باز از قوه ما بهره ببرن. انا ای کسب باشه ما از پدر ما گرفتیم، خیلی شلو خور نشیدیم. زیاده از 30 سال چین ما همین سوها را میبریم. ما پیش وقتا در مطبعه رایون فیض‌آباد کار میکردم. زیاده از 30 سال کار کردیم. بعدی خیلی کار کردم، بعدی به نفع خبر آمدن. با همین سوها را ما کردیم که میخوایم که با بیشتر همین اسباب ما رو تیار کنیم، با پیشکش مردم کنیم. خیلی شواردی هم داریم که با مثلا رو میکنیم، با دلیل با بیکاری ما با این کار رو میکنیم. همین را پیشکش میکنیم. شکر خدا ما همین سوها نام خود هستیم. پدرمون گوراتروش بود. یک روز خیلی پدر از سر رفت، خواهرچمون همین خانه آمد میمون نوشید. همین خواهرچمون گفت که اگر پدرمون میشید یک گوره آمد میکرد برای ما، یک گورچه میکرد. راستی که من همین کار نکرده بودم، خواستم همین گپ سخت رسید. من خواستم گرفتم همین گوره یکون گوره که گرفتم تلو شدم، انا گرفتم در دست خواهرچم دادم. بعد همون کار ما سرچ که یکون که تا در دل ما مونده که اگر پدرمون همین کار وقتی پدرمون میسونیم توی قدیم ما کارو پرا نگی بعد ای پدرم با همین کسبه کردیم. ما گوره تا در دست خواهرچم دادم. همین وقت توی قدیم ما همین گوره همین اسبوار همش کردیم. دی تراشی میکنیم، تا وقت تراشی میکنیم. خیلی چیزی که اینا چخنیک میکنیم. برای چخشو معلومات میدیم. چخشو را اصلا از چوبی سیاه‌خوار برای قوبش میگیرن، از بشول میگن دستش میگیرن. این چخنیکاش هر چوب میشه. این چخنیکاش برای توپ خوردن مثال همین خودی بیشتر ما رو همین چخشو زکات میکنن. مردم بسیار مردم ما میگن همین چخشو تیار کنیم که لذت دیگه بسیار بیشتر ما را زکات میکنن. همین چخشو ما بیشتر چخشو میکنیم، مردم میتیم. الان مسئله قاشق بگیریم. الان کاوریزایی که میبینیم قطعی قاشقو، ما قاشقو حال بیشتر مردم به همین نیاز داره، به قاشقو و کاوریز برای در ایدو مثلا برای آشتوب خوردن. کاوریز قاشقی برای آشتوب خری. الان این کاوریزی که در دست میبینیم برای مثال یک معرکه، برای شوربا و بیشتر برای مثلا چنگالی مثال تیار کردن، برای مثال حولای که در ایدوی ملیخمون سوال بیشتر ما همین مردم به همین نیاز داره. ما میکنیم تیار میکنیم با مردم میسپاریم. این چیزایی که ما در دست ما میبینیم این اصلا برای تخم‌زنک میگیم. ما بیشتر در اروپا بیشتر همین چوبار استفاده میبرن. این هم بیشتر چی نداره، ورید نداره. برای همین گرد سخت میکنی ای قدیم تخم تو میتیم تو بیشتر مردم همیشه که ما میکنیم مردم میتونن. حتی کافگیروی تاجیک هم کافگیروی آن نیست، کافگیروی تاجیک میکنیم وادرش نداره. ما تیار میکنیم مردم میگیرن. این حال تیار کردنش باشه و چوب بید میکنیم سبک‌تر. خیلی چورماغ هم میکنیم. دیگه بیشتر چوب بید بسیار سبکای هم مردم تیزگیر برای اسباب. انا این مخبر میبینید که در دست ما اصلا از چوبی بیدم میکنن، از چوبی مثلا چورماغ دم میکنن. ما سیمکوی مخشوی که در تیار میکنیم برای مثلا اینا در دیگه برای فتیرو برای رنگ و بر کردنش در همون تیار کردگی مثلا هر گلاش. انا این تختنه که میبینیم ای تختنه فنیر هم میشه و ای چوبی بیدم میشه. کدوم چوبی که بیام سوفته میکنیم خیلی رنگ و برش میکنیم برای مثلا یک کبوتری کردن یا که برای مثلا مثال اگر لازم هم باشه برای یکم مانتو هم کردن ممکنه برای که در روش آورد کردن. ما بیشتر مردم نیاز دارن، ما بیشتر هم بیرون میکنیم مردم میگیرن. انا این مخبرا خیلی مخبرا ادواری پیش موندگی تایم داره ما دوام دادیم. انا این چوبی که ما میبینیم که میکنیم
هم ذبح خوب داره، هم چوب از چوب تور کردگی مثال همین وقتی قند میمونه زیبویش دیگه او پلاسماس ای چیزی که هست که نمیشکنه اگه بشکنه مگر مثلا ما میگیم جام به قسمت جدا میشه میگیم وقتی اگه کمپانی که در مرکز میمونیم و جام میکنیم میگیریم بیشتر مردم برای همین هم بگیم چیزی ملی خمونه اخی این مردم نیاز دارن در این چیزایی که میذارن آهن یا همین به هر حال در ترکیبش یک زوال داره ای چیز زوال نداره بسیار مردم هم مورد طلب میگن که ایمیو موقعی که مثلا ما هم در زندگی هم در حیاتمون مثلا همین رو ما بیشتر استفاده می‌بریم بیشتر همین ما تیار کنیم که ما بگیریم ما بیشتر خیلی تیار میکنیم مردم بگیرن همین مردم در همین چند چیزایی که این قدیما موندگی باید ما همین رو زنده کنیم آخه مردم بیشتر بگیریدن دیگه خیلی ما هم با ارزون بنر خیلی میتیم مردم دا میگیرن خیلی نیاز دارن مردم این صندوقچه که ما میبینیم همین صندوقچه رو ما خیلی تیار میکنیم مثلا وقتی که چوب تیار میکنیم همین صندوقچه اصلا بسیار همین دخترکوی یوش نوارسو میگیرن برای از زر زیورشون در روی میمونن یک جهازشون در روی میمونن بیشتر مردم مورد دکاز میکنن همین چیزو میگیرن ببین مثلا تو فکری دروش علامه که پول میکنی دروش چیزی که مونی محکمه فقط تو بود زلفک دوره محکمه میکنن خیلی چیزی که بگیره مره میگیره یگون تنگه میگیره چیه که بگیره برای مردم بیشتر همین پولیتیسیان انا یوغرا که در دست ما میبینین همین ایغرق ای دوری پیش ای دوری بوبیوگی و تا دوره آمده ایغرقای هسته کلان هسته که مثال در اون مردم برای مثال این ایدوی نوروزی ده مثال گندم میکتن برای دالده میمونن ای موی مایداش برآورده ای برای همه آدمایی که سالار تر مثال اونشون رفتگی که دندون ندارن همه دوری همه یک مثال دانه گندم یا که چهارمغز در دوری همه میگن تلخون میکنن تلخون میکنن معده میکنن همه رو استفاده میبرن بیشتر برای مردم که با هسته با سر بو معده ترش هم میکنیم خیلی کار بو بسته با هم مردم میزاج کی خیلی چاند کنیم ما بگیم اوخرکوی که ای داور تام غیر عمریه در روش مردم یک چی میکتن معده میکنن تلخون میکنن استفاده میبرن دیتور میبینید که ما میتراشیم دیتور یک یا برو ما تراشیده نمیتونیم دیتور مثال بیشتر از چوب زردولو از چوب چهارمغز از توت بعد از مرود میتراشیم ای چوب ما وقتی میگیریم وقتی چهار میکنیم در دوره او یک سال در دوره او میستن بعد یک سال پس با همه دیتور ما میگیریم تراش میکنیم و همه را دروش میکوبیم تازه کردیم همش تیار کردیم بعد همین با در یک جای تاریکی میمونش که بیسته که وقتی قاق شید وقتی که دیگه بگیم پرورده شید با ما دیتور بنامود میداریم این همین دیتورها رو میتونیم قاقش میکنیم جیلکه میکشیم خیلی خرکوش میکنیم همش تیار میکنیم بین وزیم پیشکشین همه آدمایی که مشاقن پیشون میمونن خیلی بیشتر ما دیتورهای ما رو میبرن میزه خیلی نموده چند نمود دیتور دارم در همیش ترش دیگه در اینجا میبینه همه دیتورهای خودمون میکنیم بابا جانم می آید دل جانم می آید تو رو یگانه گفتم چراغ خانه گفتم الک از چوب سیم است این اسباب قطعی است الک های فروشی از بابا جان من است من اویلادوار صاحب 4 فرزند صاحب 2 کیلون انا فرزندم یک تاش در روغن کار میکنه الکتریک یک دخترچان در دانشگاه زبانا کار میکنه معلمت هم مدیر کافی ده
انا بچه رزمانی بچم باشد در میدبرد کار میکرد حاضر در دوشنبه کار میکنه میدبرد همه دخترچی خوردیم در دانشگاه صدری یعنی همه سال سیوم کورس میخونن هم زبان انگلیسی روسی انا صاحب دو کیلون یک کیلون در اینجا قتیمانه یک کیلون در شهر صاحب یک کیلون دو فرزند داره یا بچه کلونیم رجب علی دو بچه های شکری خدا باید نبیدی سه دختر یک بچه داره او رزمانی بچه هم باشه در شهر یک دخترچه داره من فرزندم رزوان شکری الله 4 فرزند دارم همه صاحب معلومات اولیان یک تاش حاضر استودنت خواهش شکری خدا یاردمش میکنم فرزندام یاردمش کردن ما را فرزندام یاردم میکنن شکر بچه‌ام در اون کار میکنن شکر ما شکر یا کار میکنن یاردم میکنن همو یاردم همه که قوت همو ما همه کارا رو کردیم شکر او با دوام دهنده کار ما ولی هم بچه که در الکتریک کار میکنن شکر خاصبای ما را دوام دوسته او واضح با توقع تراشی کردسته خیلی ما فرزندام همه کسب مر میکنن شکر ما فرزندام رضوان کار میکنن صاحب معلوماتن با ما در روز چی با تنگیمون با یاردمون میکنن کلنو باشن شنا کلنوی خوب دارم مثال این فرزند کاش اما نبیرکم شکر درگیری نبیرکم پروانش گشتیدن ما یکم کمبودی ندارن شکر کلنو دو حقشون دوگویم همیشه خداوند عمری درازشون بده تنی ساعتشون بده دینای ما تنج باشه آسمانی ما صاف باشه همه دینا تنج باشه ان شاء الله همه پیش رفتن میگیرن شکر هیچ کم نیستیم هنر و هنرمندی از بهترین خصوصیت‌های با افتخار انسان است. هنر مشکلات آدمی را آسان می‌کند. هنر و هنرمندی در میان مردم تاجیک اجدادی رشد کرده، منزلت خود را تا به امروز نگاه داشته، انعکاس کننده آینده درخشان ما گردیده است. هنرمند اگر کسب خودش را دوست دارد، هنر برایش همه چیز را می‌دهد. من برای هنر با عشق، با مهر و با دوست داشتنی کسب خود آمدم چون مرا مهر و عشق به هنر واردی این راه نمود. هنر بزرگتر از زندگی است. هنر فرزند آرزوهای انسان است، آرزوهایی که زندگی را و تولید را و جامعه را شکل داده اند. در هنر کوش که زر چیزی نیست، گنج و زر پیش هنر چیزی نیست. هنر نه که دهد سیم و زرد، هنری از دل و جان رنج برد. پومدوری که در اهل اولی ما همه پومدور ما قریبا 4 سال پومدور می‌شدیم. در 4 سال دیگه بودیم شدیم و در واجب دیدیم. همه ما زندگی ما بود در روی بیکاری ما بود. همه زندگی پومدور بچینیم. شکر خدا زندگی ما ایرو پومدور ایرو بودیم. بود بیکاری ما بود کاری استوک ما دوم میتیم. شکر خدا ما هم پومدوری که بچینیم مثال هم میتونیم میفروشیم هم میتونیم بود در زندگی خود ببریم. شکر خدا هیچی ما در یک سال با 3-4 بار میشینیم اگر سال خوب بیاد تا 5 بار میشینیم در سال با سال خوب بیاد اگر پومدور شکر کنه پومدور رو نو چیزیم پومدور در نش ما نه پومدور بخسته همین پومدور رو میشینیم شکر خیر زندگی را وقت اگزیوتیش با بودن میبینیم با زندگی ما شکر خدا اشتری هم با چیز میشه هم در روزای با بکاریم و با کاریم استوگی ما کار استوگی ما دوام میتیم هر با همین زندگی رفته تا با در اون دونه 4 ساعت دیگه بودیم در دوبای اینا که می‌بینید شورا در نشونمای من در 11 کوچولو با کشتی جنبار کردیم یک بار چینی کاشته جنبار کاشته نشون نبرده ها امیدوارم که همین بودیم مشو باید چی در زندگی ما چی شد های بودیم چی بود در بالا می‌بریم با مردم می‌گیرم حالا آیندهش میگن که همه یک اسبای برای فروزید میروردی چرا که ما نو نقشش کشیدیم چور کردیم شما باید چور کنیم که ما همه چوار راست چور کنیم این استاناکی که میبینید در اینجا این استاناکی تراشی های که در این ما استاناک طبق نگاه چوب پرده کنیم با طبق های میتراشیم پیشکشی مردم میکنیم این استاناکی که در اینجا میبینید که در شما تخت میزنیم که میتونیم که اگه در تریزا کنیم و پیشکشو این قوبه میگن شیرا قوبایی که برای تیار میکنیم برای چخچو ما دیتار رو ناتیاره ما فقط نمو چه کردیم قالب چه کردیم در دوری آب موندیم وقتی دوری آب موندیم مثلا دیگه نمیکفه انا میگیم با دروش با میتروشیم دروش از پخت میکنیم دروش تازه میکنیم همش تیار کردیم که وقتی خواه کشید
بعد قوقاق میکنیم و خرکاش میکنیم و ژیلتی میکشیم و نوازش میکنیم که جای پاسبانی توری میکنیم همش که تیار شد. بعد پیشکشی نوازنده میکنیم هر کلمش معقول بود با هم دیتورا میگیرن بسیار دیتورای ما رو میبرن همینجا اگه کمبودی ندارن هر شکر همین کسبه کردیم خور نشدیم با میخوایم که فرزندامو بعد همین کاریم ما با دوام تیانم کسبای میره میبینید زینی اصل میگیم ما زینای اصلا میتروشیم زینای خرم میتروشیم هر کی ما رو اگر زینی اصل ترکو باشه خواهی میتروشیم میبرن کلمه اصل دارم که میبردن بسیار زینامانه با تیار خریگی دوریم هر کلمه که کمی باز این تیار نکس کنم با ما تیار میکنیم مردم ما خواهیم در خدمت مردم ما باشه یه هسته گو میبینید هسته اینی کرچک یا کرچکای برای بودکنی هست با کرچکای کلان هم میتونن وقتی زمستان را بعد گفتن این کرچکا رو مثلا مردم دیگه بسیار در گندم وقتی بودی همه را بعد همه گندم یا که یاری نشقه ایره برای بود استفاده مثلا وقتی برای بود کردیم مثلا یا نخود میکاری بعد همه مثلا بود میتی مثلا نخته ای چیز ای پشوق گرد جیدو میکنیم برای گندم برای مثال استفاده میبریم برای مثال نشقه ایرو بسیارتر میبرن اما با ای کلانتور میگه وقتی زمستان بسیار آدما کرچک میگن نمود کرچک خب برف میرویم اینو خود برای بود کردن مثلا محصولاتایی که دو ذخیره داشته باشه یا که گندم همه رو استفاده میبریم بعد دستش میکنیم مردم میگیرن بیشتر آدما دیخانا بسیار برای بود کردن بسیار سبک کردن یا برای بود کردن بسیار موفق